دوستان گرامی طور میبینید هنوز آزمون پیشگویی از شما توفا از ما ادامه دارد و هر هفته یک نفر غالب صاحب توپ و دیگری صاحب پیراهن ورزشی بشود و ما آن را ادامه میدیم. اما در هفته‌ای که گذشته بود یک نفر مهندس صلاح‌الدین زاده که امروز به نزد ما اومدن. سلام، یک بار دیگر گنده نباشید. خوب فکر می‌کنم که شما ورزش رو بسیار دوست می‌دارید، می‌تونم در کجا تحصیل می‌کنید؟ در دانشگاه تیوی. کورس چند هستید؟ کورس بسیار خوب. هم دکتر هستید هم فوتبال رو دوست می‌دارید؟ عموما آنهایی که در دانشگاه طبی میخونن با ورزش چه خیلی مناسبت دارن؟ اونها دوست می‌دارن نمی‌دارن رو که هستن دسته‌های ورزشگر هستن با مسابقه‌ها میرن. شما خودتون نگاه ورزش رو دوست می‌دارید؟ خودم برای فوتبال کم مشغول هستم. بسکتبال. چند وقت شد که در آزمون ما شرکت می‌ورزید؟ 2 هفته شد. در 2 آزمون شد. در 2 آزمون شرکت کردید. در آزمون بفکرم دویمش بود شما غلبه کردید. مهندس صلاح‌الدین زاده دوستان گرامی در جواب‌هایی که فرستاده بودند 3 جواب درست نتیجه درست رو پیشگویی کردن. این هم بخوری بین نسل‌های دوشنبه فایزکان 1 بر 1 ایتالیا австрия 2 بر 1 و کلوی مرکزی ورزش ارتش کوکتوش 2 بر 2. شما بگید که چمپیون تاجیکستان تا کدام درجه میدونید و میفهمید دسته‌هاش قوه دسته‌ها رو؟ نه اونقدر. تخمین شما درست برآمد. خب تشکر زیاد. ما فکر می‌کنیم که من بعد شما باز توجهتون با فوتبال داخلی کشور، فوتبال آسیا و فوتبال دیگر کشورهایی که در آزمون ما جای خود رو می‌یابند معلومات دقیق پیدا می‌کنید و نظرتون نسبت فوتبال بهتر بشود. خب تشکر. یک چیز دیگر رو می‌خواستم بفهمم. اونهایی که در آزمون ما اشتراک می‌کنند و صاحب مثلا جایزه میشن، خود رو چگونه حس می‌کنند وقتی که جایزه اول رو به دست می‌آورند؟ یک احساسی در وجودم پیدا می‌شود که گفته نمی‌شود. خب بسیار خوب. دوستان گرامی این توپ هست از شرکت فرمولا 55 که برای صاحب جای اول داده می‌شود. اونها ما مراقبت می‌کنیم شما رو این توپ از اون شما است. این جایزه رو با خود می‌برید. اما طوری می‌دونید اونهایی که نتیجه 2 بازی رو بیشتر معین کردند شماره‌شون زیاد هست. بیاید من اینجا به شما نشون میدیم، چون که ما گفته بودیم که کدومی که غالب بیاید حتما در نتیجه قرعه کشی شخص دومی که صاحب پیراهن ورزشی میشود معین میکند. خب یوربای خولمرزویف نتیجه بازی دوشنبه فایزکان 1 بر 1 ایتالیا استرالیا 2 بر 1 است. این رو با داخل این جامی که ما اینجا برای قرعه کشی استفاده بریم میپرتویم. این یکم است. دوم نفر این محسن ذکرالله هستند که بازی روشن استقلال و دوشنبه فایزکان رو درست پیشگویی کردند. این کس هم دعواگری مقام دوم یعنی جایزه دوم هستند. این رو هم وارد جام می‌گردونیم. پرویز اکرامزاده روشن استقلال ایتالیا استرالیا 2 1 1 1. این کس هم وارد این بازی میشوند. شفافیت حضور دارد اینجا. بغیر از که ما 2 نفر هستیم اینجا باز چشم‌های زیادی هستند که ما رو معاینه کرده شدیم که کی را غالب اینجا اعلام میکنیم، چون که آنها هم میگن که بیاید یک بار به ما توپ رسونید، یک بار به ما پیراهن دید. که ما این طور نمیکنم. من این مخصوص برای اونهایی که در آزمونی مخصوصا من در فیسبوک و حالا اینجا علاقه ما یه هفته دیگه پیش بود که اینچنین از یوتیوب هم اون نتیجه هایی که پیشگویی میشه بگیریم برای اینجا میپرتویم و باز برای شفافیت یک مرتبه همه این آدمانی که در داخل هستند و باید یکی پیراهن رو بگیرد و از دست مهندس صلاح‌الدین زاده ما یک نفری خوشحالی رو میگیریم. حالا شما میتونید که از اینجا یک نفر رو بگیرید. خب کشوید این تو بگذار در اینجا باشد. علاقه غالب شما معین کردید. غالب کی است؟ رحیم رحیمی ایتالیا استرالیا 2 1 کلوب مرکزی ورزش ارتش کوکتوش 2 2. تشکر. رحیم رحیمی شما هر لحظه میتونید که با ما در تماس شوید. ما رقم‌های تلفنی خود رو به شما میدیم، شما میبرید و پیراهن خود رو میگیرید. دوستان گرامی با آزمون ما بمانید. آزمون ما هنوز ادامه داره. من فکر میکنم که شاید تا آخر سال هم باز ما با هم بازی میکنیم و فکر میکنم که چنین توپ‌ها نصیب شما میگردد و همچنین پیراهن‌های ورزشی. از ما خفا نمونید.